سلام و درود خدمت شما. امیدوارم که حالتون عالی باشه. در این ویدیو قراره راجع به رسالتمون در زندگی صحبت بکنیم. اینکه اصلاً چرا به دنیا اومدیم، هدف از به دنیا اومدن ما چی بوده و چطوری باید از این احساس پوچی و بی‌ارزشی، از این حالت سرگردانی و در واقع گیجی خارج بشیم و بفهمیم که در زندگی چه مسیری رو باید در پیش بگیریم. این ویدیو مناسب کسایی هستش که افسردگی دارن، احساس پوچی و بی‌ارزشی و گیجی دارن توی زندگی، یا اینکه حالشون خوبه ولی هنوز نتونستن مسیر زندگیشون رو مشخص بکنن که به سمت چه شغلی، به سمت چه مسیری باید حرکت بکنن، و یا اصلا براشون سواله که ما چرا به دنیا میاییم. و اگر یکی از ما آدم ها نباشیم، یا کسانی که خودکشی میکنن اگر این کار رو انجام بدن، چه اتفاقی برای جهان میفته؟ چون خیلی همون فکر میکنیم که اگر من نباشم هیچ اتفاقی تو دنیا نمیفته و دنیا در واقع هیچ تکونی نمیخوره. پس اصلا چه اهمیتی داشته که من به دنیا اومدم؟ چرا مثلا شخص دیگری به جای من به دنیا نیومده؟ چرا من انتخاب شدم؟ جواب همه این سوالاتتون رو در این ویدیو شما پیدا خواهید کرد. اول از هر چیزی، چون که در این ویدیو قراره که طبق رویکرد هیپنوتراپی کوانتومی یا هیپنوتیزم کوانتومی صحبت بکنیم که رویکرد علمی و معنوی هستش، ازتون میخوام که حتما به ویدیوهای قبلی سر بزنید و ویدیوی هیپنوتیزم کوانتومی رو گوش بکنید تا اول آشنا بشید که اصلا این نوع هیپنوتیزم چه فرقی با هیپنوتیزم کلاسیکی که توی فیلم ها یا در ویدیوهای مختلف میبینیم یا اصلا شاید قبلا تجربه کرده باشیم، چه فرقی باهاش داره و با چه هدفی انجام میشه، به چه صورت انجام میشه، چرا امنه، چرا بهتر از رویکردهای روان درمانی کلاسیک یا خود هیپنوتیزم کلاسیک هست. و بعد برگردید و ادامه این ویدیو رو گوش بکنید تا دقیق تر متوجه حرفان بشید. بریم که با همدیگه این بحث جالب و شگفت‌انگیز رو شروع بکنیم. حتما بعد از گوش کردن به این ویدیو متوجه میشید که چرا گفتم که این بحث واقعا شگفت‌انگیزه. من اول از خودم شروع میکنم. من کسی بودم که در واقع از دوران بچگی توی شرایطی قرار گرفتم که باید به خانوادم کمک میکردم. یعنی به جای اینکه صرفا یک بچه‌ای باشم که نمیدونه داره چی کار میکنه یا همش داره بازی و تفریح میکنه، کسی شدم که باید در واقع کتاب میخوندم، باید تجزیه و تحلیل میکردم، باید یه کارهایی انجام میدادم تا بفهمم که در خانوادم داره چه میگذره، تا بتونم به خودم و به پدر و مادرم و به اطرافیانم کمک کنم. درسته که این در واقع چیز خیلی خوبی نیست، چون که هر بازه سنی باید طبق همون ویژگی ها باید پیش بره. یعنی یک کودک، یک کسی که مثلا 9 سالشه، 10 سالشه، 11 سالشه، نباید اونقدر درگیر مشکلات آدم بزرگ ها بشه که بخواد نقش یاری دهنده و کمک رسان رو در خانواده بازی بکنه. ولی از نظر من درمانگر و از نظر علم، از نظر معنویت، از هر دیدگاهی که نگاه بکنیم، هر چیزی که در زندگی ما اتفاق میفته یک دلیلی داره و حالا در ادامه شما متوجه دلیل این موضوع میشید. وقتی که من از بچگی اینطوری تربیت شدم و کتابای روانشناسی میخوندم، حالا کتابایی که بیشتر برای من قابل فهم بود، و سعی داشتم که به خانوادم کمک بکنم، استدلال میکردم، منطقی صحبت میکردم، دنبال راه و روشی بودم که شرایط رو آرومتر بکنم. بعدن در حالا دانشگاه من تصمیم گرفتم که روانشناسی بخونم و در همون مسیر زندگی خودم رو ادامه دادم. زمانی که من روانشناسی رو شروع کردم به کار کردن در این حوزه، رویکرد طرحواره درمانی و رویکرد شناختی رفتاری یا همون CBT کار میکردم بیشتر. اما بعدن که با رویکرد هیپنوتیزم کوانتومی آشنا شدم و رفتم مطالعه کردم، توی در واقع آکادمی سفیران عشق آموزشش رو دیدم و شروع کردم به کار کردن حرفه‌ای در این زمینه،
بعدن که روی خودم یکی از همکاران هیپنوتراپی انجام دادن متوجه شدم که من در واقع رسالت زندگیم همین بوده و در واقع من یک موجود نوری هستم که به زمین اومدم تا بتونم به آدم‌ها کمک کنم، تا بتونم نور و آگاهی رو در زمین و بین آدم‌هایی که روی این کره خاکی زندگی میکنن پخش بکنم. من در واقع صرفاً یک انسان ساده نیستم، کسی هستم که با این هدف متولد شده و باید رسالتش رو تکمیل بکنه. حالا شاید اینجا براتون سوال پیش بیاد که خب اگر کسی متوجه این موضوع نمیشد، متوجه نمیشد که خب شرایط زندگیش و علاقه‌مندی‌هاش، استعدادهاش و نشانه‌هایی که در محیط اطرافش وجود داره اون رو به این سمت میبره که در واقع بشه فردی که به آدم‌ها آگاهی میرسونه و کمک میکنه. اگر چنین فردی متوجهش نشه و بره اصلا به یک سمت دیگه و در واقع این رسالتش رو تکمیل نکنه و متوجه نشه، چه اتفاقی براش میفته؟ همین اتفاق میفته که خیلی هامون شاید تجربهش رو داشتیم. رفتیم سراغ یک کاری، یک شغلی، یک رشته‌ای که رسالت روحی ما نبوده و علاقه چندانی هم بهش نداشتیم. رفتیم آموزش دیدیم، شروع کردیم به کار کردن در اون زمینه، اما اگرم حتی موفقم شدیم ولی انگار ته دلمون راضی نبوده و با این کار حال نمی کردیم به اصطلاح، یا به همون فشار می اومده در حین کار کردن. زمانی که دچار مشکل می شدیم در اون کار، به جای اینکه با لذت حلش بکنیم، با عشق حلش بکنیم و عاشق این چالش ها باشیم، می گفتیم کی تموم میشه؟ چرا این حل نمیشه؟ خسته شدم دیگه. و این دقیقا نشون میده که شما در مسیر تکمیل رسالت روحیتون نیستید و بعد ممکنه که شما حالا تبدیل بشید به یک فرد افسرده که میشینه گوشه خونه میگه خب این همه کار انجام دادم نشده، همیشه به بنبست خوردم یا اصلا نتونستم ادامه بدم، انگار یه چیزی مانع من میشه که من اون کار رو ادامه بدم. میشینه گوشه خونه و دیگه هیچ کاری نمیکنه و به این شکل زندگیش خیلی پوچ و بی‌معنی تموم میشه. خب این فرد بر اساس هیپنوتیزم کوانتومی توی زندگی‌های بعدی میتونه این رو جبران بکنه یا در زندگی موازیش میتونه این رو جبران بکنه و قطعا همین کار رو خواهد کرد، چون که هدف از این زندگی و به دنیا اومدنها دقیقا همینه که ما اونقدر درد و رنج بکشیم، اونقدر سرمون به سنگ بخوره تا زمانی که متوجه بشیم که باید به نشانه ها توجه بکنیم، باید بیشتر و عمیق‌تر خودمون رو بشناسیم، بفهمیم که ما فقط اون چه که در آینه میبینیم نیستیم، فقط پوست و گوشت و استخوان نیستیم و فراتر از ذهن و روان در وجود ما وجود داره به اسم روح و باید اون رو بشناسیم، باید بریم به سمت آگاهی‌های عمیق‌تر، نه آگاهی سطحی. همه این اتفاقا میفته و شما چه در این زندگی یا در زندگی‌های بعدیتون قطعاً متوجه این موضوع میشید که مسیر زندگیتون باید به چه صورت پیش بره. اما اگر شما در این زندگی دارید به این فایل صوتی و این ویدیو گوش میدین، قطعاً علتی داشته و این دقیقاً یک نشانه است برای شما که شما متوجه بشید که از چه شیوهی باید استفاده بکنید که مثل من و مثل میلیون ها نفری که در جهان هر روز دارن از این رویکرد هیپنوتیزم کوانتومی استفاده میکنن بتونید رسالتتون رو متوجه بشید و این خیلی حال ما رو خوب میکنه. من کسی بودم که خیلی خودم رو بی ارزش میدیدم قبل از اینکه وارد این رویکردها و کلا وارد فاز روانشناسی بشم. خیلی خودم رو بی ارزش میدیدم، خودم رو مقایسه میکردم، فکر میکردم زندگی پوچه، چیز خاصی نیست و فقط درده، فقط اومدیم اینجا که روزامون رو بگذرونیم و در نهایت هم قراره که تموم بشه. اما بعدن هر چقدر که آگاهی کسب کردم، به خصوص چیزهایی که در جلسات هیپنوتیزم خودم و حتی هیپنوتیزم درمانجوها تجربه کردیم، متوجه شدم که من فراتر از اون چیزی هستم که فکرش رو میکنم و صحنه هایی رو دیدم، چیزهایی رو تجربه کردم که تازه متوجه شدم که اصلاً من چه کسی هستم و چرا به دنیا اومدم. و جالبترش اینه که افرادی که دوست دارن خودکشی بکنن و در واقع
آگاهی پایینی دارن و همین آگاهی پایین بهشون این باور رو میده که خب تو اگر بمیری دیگه درد نخواهی کشید، دیگه همه چی تموم میشه. افرادی هم که حتی اقدام به این کار میکنن تا زمانی که زندگیشون قرار نباشه که به پایان برسه به پایان نمیرسه. شما هر کاری هم که بکنی اگر تایمش فرا نرسیده باشه نمیتونی از این دنیا بری، چون همه ما برای این دنیا لازم هستیم. اما زمانی که شما کارت رو درست انجام نمیدی، یعنی در راستای رسالت روحیت برای آن چیزی که تو لازم بودی و به دنیا اومدی حرکت نمی کنی، هم حال خودت بده، هم حال زندگی تو اطرافیانت بده و هم داری در واقع پالس اشتباه به دنیا میفرستی و نمیتونی به جهان هستی کمک بکنی. و همین میشه که مدام اتفاقات بد میاد تو زندگیت، مدام آدمهای بعدی میان توی زندگیت و تو رو اذیت میکنن و تو از این موضوع شکایت میکنی. این همه نشانه اینه که درون تو در راستایی که باید حرکت نمیکنه و باید به این موضوع توجه داشته باشی. فکر نکن که اگر بمیری همه چیز تموم میشه، همه چیز حل میشه. نه، اینطوری نیست. تو زمانی میمیری که وقتش رسیده باشه. فرقی نمیکنه که این مردن با مرگ طبیعی باشه، با بیماری باشه، یا اینکه خودت این کار رو انجام بدی. بارها بودن کیس هایی که حتی به شدیدترین حالت های ممکن خواستن که خودکشی بکنن ولی موفق نشدن. رفتن تا دم مرگ ولی برگشتن. و حتی این صحنه ها رو یادشونه که وقتی رفتن به اصطلاح اون دنیا، در واقع روح راهنماشون، خود برترشون گفته که الان تایمش نیست و تو باید برگردی، و برگشتن. و تازه شاید از اونجا به بعد فهمیدن که معنی زندگی چیه و چیزهایی رو دیدن، چیزهایی رو شنیدن که باعث شده که بتونن از این به بعد بیشتر قدر زندگی رو بدونن. اگر دقت کرده باشید، کسایی که به هر دلیلی تا دم مرگ رفتن و برگشتن این رو میگن که زندگی خیلی با شکوهه، خیلی شگفت انگیزه، خیلی حساب شده است و ما تازه فهمیدیم که چه اتفاقی داره میفته. شک نکنید که اون روح‌ها هم باید یک بار مرگ رو تجربه می‌کردن تا وقتی که برمیگردن بدونن که باید چه مسیری رو برن و بیشتر قدرش رو بدونن. پس اینا همه حساب شده هستش. حالا میخوام بگم که همه ما، تک تک ما، حضورمون و کارهایی که داریم انجام میدیم برای این دنیا لازمه. ما الکی به دنیا نیومدیم که صرفاً زجر بکشیم، درد بکشیم. وقتی که تو وارد فاز خلسه میشی، توی حالت آرامش میری و این ضمیر خودآگاه و این ذهنی که همش داره دروغ بهت میگه رو خاموش میکنی و میری به عمق وجودت، میری به ضمیر ناخودآگاهت، تازه میفهمی که کی بودی. شاید تو هم مثل من یک موجود ماورایی و یک موجود نوری هستی که اومدی به این جهان هستی تا بتونی به آدما کمک کنی. این کمک کردن صرفاً نیاز نیست در زمینه روانشناسی باشه. هر کسی رسالت خاص خودشو داره. پس اگر زندگیت پوچه، اگر زندگیت بی‌معنیه، اگر نمیدونی داری چی کار میکنی، اگر خودت رو نمیشناسی و هر کاری هم که میکنی حالت با خودت خوب نیست، باید یک سری حقایق در واقع بزرگتری رو راجع به خودت کشف کنی و بفهمی. این سوال ها که من کی هستم، چرا به دنیا اومدم، هدف از زندگی من چیه، من نمیتونم بهت پاسخ بدم. خودت هم الان شاید نتونی پاسخش رو پیدا بکنی، چون غرق در ذهن و افکار منفی هستی، غرق در ترس های دروغین ذهن هستی. اما زمانی که توی هیپنوتیزم میری توی حالت خلسه و آرامش و با درونت، با عمیق‌ترین لایه درونت، ضمیر ناخودآگاه ارتباط برقرار میکنی، تازه میتونی جواب همه سوالاتت رو بگیری. این که رسالتت تو زندگی چیه یکی از سوالاتی که من همیشه بدون هیچ استثنایی توی جلسات هیپنوتراپی میپرسم از خود برتر شخص، به خاطر اینکه یک سوال فوق‌العاده مهمه و حتی اگر شما در لیست سوالاتتون این رو ننوشته باشید، من موظفم که سوال بکنم تا تو اگر رسالتتو پیدا کردی و داری در اون راستا حرکت میکنی مطمئن بشی
و راهکارهای بیشتر برای پیشرفت در اون مسیر رو دریافت بکنی و اگر جزو کسانی هستی که نمیدونی باید در چه مسیری حرکت بکنی و فراموش کردی که این رو جزو سوالاتت بنویسی، جواب سوالاتت رو بگیری و بهت قول میدم که اگر این جواب رو داشته باشی، وقتی که چشمات رو باز میکنی و به دنیای عادی برمیگردی، خیلی دیدگاهت نسبت به همه چیز عوض میشه. خیلی ممنون که به این ویدیو گوش کردید. امیدوارم که براتون جالب و مفید بوده باشه. اگر در اطرافیانتون دوستان یا آشنایانی دارید که گمراه هستن، نمیدونن دارن چی کار میکنن، تو دام افسردگی و احساس پوچی و بی‌ارزشی گیر کردن، این ویدیو رو بهشون هدیه بدید تا متوجه بشن که ما انسان‌ها که در ظاهر فقط اون چیزی هستیم که در آینه میبینیم، چقدر موجودات ارزشمندی هستیم و حضور، وجود و فعالیت تک تک ما انسان‌ها اصلا ربطی نداره که در چه نژادی قرار میگیریم، در چه دسته‌بندی هستیم، خانم هستیم، آقا هستیم، فقیریم، ثروتمندیم، فرقی نمی‌کنه. وجود، حضور و فعالیت تک تک ما انسان‌ها چقدر مفیده و چقدر حساب شده است و اشم اصلی باید حرکت بکنیم که هم حال خودمون و زندگیمون خوب باشه و هم بتونیم پالس درست یا انعکاس درست یا فرکانس درستی به جهان هستی بدیم و از این طریق نعمت‌های بیشتری رو وارد زندگیمون بکنیم.